اصلا میدونه چی عزیزم؟ ما یک مفهوم بسیار زیبا داریم با نام انسانیت. یعنی اگر کمتر به همین خودی مفهوم انسانیت اگر تکیه کنیم و بازگشایی کنیم، تمام خوبی ها و نیکی ها در همین مفهوم انسانیت خلاصه می شود. اما برخی از انسان ها تنها به خاطر انسانیتشان نشان دادن بسیار چیزهایی که اولین درجه باید برای خودشان داشته باشن آنها را از دست میدین. مثلا ببینید، اولین کسی که باید راه حل را پیدا کند این باید برای خودش باشد. اما ما بعض وقت به خاطر آنکه یک مشکلات یک نفری را باید حل کنیم، خود ما هم که اگر در باطلاق و یا در وادی مشکلات اگر گرفتار شده باشیم، هم گویا که خود ما را همه گونه وانمود میکنیم که چیزی نداریم و تمام تلاشمون را میکنیم کسی دیگری را از این وادی نجات دهیم. البته این انسانیت است، اما برای مشکلی خودی همون نفر را هیچ وقت کم یا برطرف نمیکند. و ببینید، ما به خاطر آنکه به کسی شادی بخشیم، حالا که مثلا شادی بخشیدن به یک نفر این بهترین چی است، مثلا حتی تبسم برای یک نفر این عبادت محسوب می شود. وقتی یک انسان از درون خودش شاد نیست، مثلا به یک شادی کامل نرسیده است، چگونه میتواند یک شادی مطلقی را برای کسی دیگر تقدیم کند و یا ارزان دارد یا عموما شادی بخشد، حالا که خودش از درون با یک تلاطم های بسیار پیچیده غم انگیز گرفتار است، حالا که اشک و لبخند، شادی و غم، اینا غریزه های شخصی انسانیت هستند. من فکر میکنم انسان وقتی که از مادر به دنیا می آید با همین غریزه ها به دنیا می آید، یعنی هیچ وقت این دو همدیگر را ترک نمی کنند. مثلا ما وقت اشک میگوییم تنها در هنگام غمگینی نیست. یک انسان مثلا وقتی به پیروزی میرسد اشک شادی میریزد، و یا خنده هم وقت نشان دهنده شادی نیست. یعنی انسانی هستند که هم وانمود میکنن گویا که شادن. منظورم از این حرفا این است که شادی بخشیدن به دیگران بهترین چی است، اما پیش از آن که ما دیگری را شاد کنیم اول باید خود ما و باطنی خود ما را باید شاد نگه داریم. و یک نکته دیگر این است که بسیاری ها به این مسئله توجه هم میکنن. مثلا حتی نظامی گنجوی میگوید که اول باید گریبان خودت را ببینی مثلا. و حتی یک مسئله مهمه که مثلا در بین جامعه میگردیم، از جوانان مثلا از بسیاری ها میشنوم میبینم و حتی در سامانه اجتماعی میخوانم، آن است که اولین نفری که باید شناخته شود خود انسان است، یعنی خودی ما هستیم. ما اول باید خود ما را بشناسیم پیش از اون که ما یک نفر مجبور میکنیم که خودش را باید بشناسد. ما باید خود ما اول بشناسیم خود ما را. ما کیستیم، چیستیم، برای چی آمدیم. من فکر میکنم بزرگترین ارزش های انسانی در همین گونه سوال ها حذف میشن و جواب خودشون رو میگن. من کیستم و یا من کیستم، چرا آمدم، من به خود نآمدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا باز بر تا وطنم، وطنی اصلی من کجاست. و در آن چند روزه که من اینجا هستم باید کی باشم، همچون کی باید زندگی کنم. من فکرم اینا مسئله های مهمی هستند که انسان پیش از آن که به دیگران تلقین کند باید در ضمیر خودش باید شنود. یعنی همچون یک بذر و یک دانه باید در صحرای اندیشه خودش باید کشت کند. چه خوش گفت پیری با تدبیر با فرزند خویش، که نوری چشم من بجز کشته بر ندروی. و حتی ببینید که حضرت مولانا هم چیز زیبا میگویند که خواهی که همیشه شاد و خرم باشی، هر جا که روی عزیز و محرم باشی، پاکیزه شو و راست بیزی علم آموز، تا تاج سری نبیرگان آدم باشی. من فکر میکنم به خاطر
شناخت خود و رشد و تکمیل خود ادبیات پرقناوتی ما و این روزا کتاب هایی که در سرتاسر جهان چاپ می شوند و به تاجیکی و به روسی و به تمام زبان ها هستند، سامان های اجتماعی، اینقدر موادهای خوبه هست که اگر انسان کم وقت جدا کرده بخواند، من فکر میکنم دیگر به هیچ چیز ضرورت نداره.